سلام دوستای نهایت عزیز و ارجمند. امیدوارم که هر جای هستین خوب و خوش و سر حال و سربلند باشین. آرزو منم که زندگیشم سراسر از عشق و محبت الهی باشه انشالله و کنار دوستا کنار فامیل هر جایی که هستین خوب و خوش و سر حال باشین. دوستای نهایت عزیز، خوشم در یک از برنامه جدید از ما که میتونم تقریبا بگیم که چند 3-4 ماه میشه یا زیادتر میشه ما برنامه نداشتم و این ویدیو را لازم دانستم بلده شما دوستای نهایت عزیز بگیرم و نشر کنم تا بلده شما دوستای نهایت عزیز مفید تمام بشنه. همونطور که معلوم است از شروع برنامه که ما مسافرت رهیم و یک کجا مارم و چیز کارمون. شما دوستای عزیز همراهی کن ما را تا آخر ویدیو همراه ما باشین و یک ما کجا مارم و قرار چیز کار کنم. هر اتفاق که قرار ما اونجا برم بفته و چیز لازمه و چی کارا صورت میگیره ما همراه شما دوستای عزیز شریک منم و امیدوارم که بلده شما عزیزان مفید تمام شنه. بریم که بریم. دوستای خوب و نازنین ما، سلام مجدد. امیدوارم که هر جای هستین خوب و خوش سلامت باشین. دوستا، ما پیش سفارت افغانستان در اسلام آباد هستم و که قراره برای خود پاسپورت بگیرم و برای همچنین برای اولادا. عزیزان دل، کسایی که میخواد پاسپورت بگیره اول باید تذکره برقی داشته باشه و اگر نداره تذکره کاغذی اگر تایید شده باشه هم میتونه پاسپورت بگیره. و کسایی که و هزینه پاسپورت 5 ساله $120 و 10 ساله $220 است و مدتی که میتونی پاسپورت خود دریافت کنی 3 هفته است و روزای شنبه و یک شنبه رخصتی است و موقع دریافت پاسپورت از ساعت 9 الی 12 ظهر. بعد از ظهر دیگه دریافت پاسپورت رخصت میشه. دوستای نهایت عزیز، کسایی که پاسپورت دفترچه‌ای داره اول باید او را ترجمه کنه، در ورقی تبدیل کنه. بعد از او باید تایید وزارت خارجه رو بخوره. بعد از او میتونه بیای اسلام آباد براحتی پاسپورت برای خود بگیره و همچنان کسایی که کاغذی داره حتما باید تایید شونه تذکرهش. بعد از اون میتونه پاسپورت از اینجا دریافت کنه. و کسایی که میخواه نکاح خط جور کنه و یا زوجه خط جور کنه هم در اینجا کارایشان انجام میشه و هزینه از نکاح خط و یا زوجه خط $50 است و 5 شاهد لازم داره که یک شاهد از طرف خانم و یک شاهد از طرف مرد و 3 شاهد دیگر هم باید باشه که ضرورت است. و اگر دیگر حرفی مانده بود دوستا میتونه در کامنت از من سوال کنم و من انشالله جواب میدم که مشکلشان حل شود. دوستای نهایت عزیز، امیدوارم که ویدیو برای شما مفید تمام شده باشه و شما را به خدای پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما. موفق و سربلند باشین همه ایتان دوستا. و در اخیر کسایی که بایومتریک شدن و پاسپورت خدا جمع کرده، به خاطر که هزینه در اسلام آباد زیاد است، هزینه زندگی، میتونه تذکره اصلی خود و همو رسید یا همو توکن خود دست همو یگان دوست و آشنایی که در اسلام آباد داره تحویل اونا بیده تا همون پاسپورت که وقت تعیین شده در وقت
معین بره پاسپورتش بگیره و برایش روان کنه تا از هزینه اضافی جلوگیری کنه. موفق و پیروز باشید.